آشنایی با کشورهای ای بابا عادت کردم آشنایی با استانهای ایران. روز اول استان آذربایجان شرقی. این استان در منطقه تاریخی آذربایجان ایران واقع شده. آذربایجان شرقی ششمین استان پرجمعیت ایران محسوب میشه. پلاک‌های ماشینش هم 15 25 و 35. مرکز اون کلان شهر تبریزه که به شهر اولین ها هم معروفه، مثل اولین چاپخانه، اولین دانشگاه و شهرک دانشگاهی، اولین دادگاه استیناف، اولین چاپ اسکناس، اولین شهرداری، اولین شهربانی، اولین سینمای عمومی، اولین کودکستان و اولین مدرسه کرالال‌های ایران و اولین خیابانی که در ایران دارای برق شد. این استان دارای آب و هوای سرد کوهستانیه و کل محدوده اون کوه‌ها و ارتفاعات تشکیل دادن. مساحت استان آذربایجان شرقی 45491 کیلومتر مربع و جمعیت اونها در سال 1400 بالغ بر 4,040,000 نفر برآورد شده. اگه بخوای با خط ثابت با عزیزی داخل این استان صحبت کنی، باید پیش شماره 041 رو بگیری. زبان بومی مردم این استان ترکیه. همچنین جمعیت اندکی از مردم تات هم در این استان زندگی میکنند که به زبان تاتی صحبت میکنند. تا اینجای کار یه لایک بزن تا بریم ادامه معرفی. استان آذربایجان شرقی محل اتصال دو رشته کوه مهم و اصلی کوههای ایران، یعنی البرز و زاگرسه و بلندترین نقطه اون قله سهنده. این استان متشکل از 21 شهره که مکانهای تاریخی و گردشگری زیادی رو داره. چند نمونه بخوام بگم: روستای کندوان، موزه آذربایجان، پل دختر، قلعه بابک، کلیسای استپانوس و مقبره الشعراست. آذربایجان شرقی از شمال به جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان و نخجوان، از غرب و جنوب غرب به آذربایجان غربی و از شرق به استان اردبیل و از جنوب شرق به استان زنجان مرزبندی شده. راستی چند نفر از دوستان داخل این استان زندگی میکنن؟ شهرتون رو این پایین کامنت کنید.